به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی شبکه اصلاح، امروز تحلیل نمودیم در مورد اینکه چگونه امام علی رحمانوف دقیقاً 27 سال قبل به قدرت رسید و آغازی به قدرت رسیدن او این کشته شدن جیان خان رضایف است توسط سنگک سفروف، البته با مشورت امام علی رحمانوف. عنوان برنامه ما سنگک با مشورت امام علی رحمانوف جیان خان رضایف را کشت. امام علی رحمانوف روز 2 نوامبر سال 1992 از رئیسی سوخاز به نام لنین ناحیه دنقره به کرسی ریاست ولایت کولاب شنانیده شد. بله، شنانیده شد. این کار زمان صورت گرفت که سنگک سفروف جنایت پیشه حرفوی جیان خان رضایف رئیس ولایت کولاب را با یک تیر در قفس سینه چپ و یک تیر دیگر به قاب قوسین به شهادت رسانید. دقیقاً از این حادثه دهشتناک 27 سال سپری می گردد و حاکمیت رحمانوف هم 27 سال را پر و قدم به 28 می گذارد. اما باز هم این رئیس سوخاز 27 سال پیشینه پیشوای امروزه نمی خواهد که از قدرت رود. سنگکی که هنوز از اواخر ایول و اوائل اوگوست همان سال به عروسک خواجه های خارجی یعنی ازبک ها و روس ها تبدیل شده و با مدد و پشتیبانی بخصوص وزیر مدافعه آن روزه ازبکستان رستم اخمدوف در مقابل خلق تاجیک و دولت جوان آن جبهه درست کرده بود، در شخص و سیمای رحمانوف نفری را پیدا کرد که برای دسترسی به نان سری آماده است، به تمام قباحت و کثافت و جنایت و تمام خوناشامی دست بزند. سنگک سفروف رئیس گروه مسلح جنایی با نام فرانت خلقی که توسط آفیسران روسیه ساخته و دولت جوانی تاجیکستان را به هدف گرفت. امام علی رحمانوی همشهریش را آورد و به کرسی خونالود رئیس ولایت نشاند. سنگک جیان خان رضایف را برای آن کشت که او هیچگاه دستور و سفارش های یک جنایتکاری با سابقه 23 سال زندان را اجرا نمی کرد و آن هم علیه دولت جوانی که در آن نماینده های حرکت های ملی و مردمی راه یافته از جانب روشنفکران و ضیاییان بزرگ کشور پشتیبانی دیده و برای مستقلیت و آزادی عام و تام دولت و ملت کار و پیکار میکرد. نیروهای ملی و مردمی، قوه های نوگرا و روشنفکر توانسته بودند با حکومت کمونیستی کنار بیایند و حکومت مصالحه ملی را بر پایه قانون تشکیل داده برای اعمار جامعه متمدن و مردم سالار طرح و برنامه درست میکردند. منابع آگاه در قضیه قتل جیان خان رضایف چنین میگویند: جیان خان رضایف قبلا در مقامات وزارت داخله کار میکرده است. سنگک سفروف را برای جنایتش بازداشت و روانه زندان میکند. جیان خان رضایف مردی با سواد و صادق بوده است. پس از اینجاست که سنگک سفروف نیز میخواست است قصد بگیرد. در مورد دستگیری سنگک سفروف از امام علی رحمانوف چنین میگویند که گویا سنگک سفروف زاده دنقره بوده است و پس از چند با عائله‌اش به کولاب میکوچند. این عوامل سبب‌های بودند که برای به مقام رئیس ولایت کولاب انتخاب نمودن رحمانوف میسر گشته است. رحمانوف با سنگک سفروف 30 نفر از افراد آگاه و چهره های مردمی ناحیه دنقره را نوشته می دهد که اینها وافچیک هستند. رحمانوف در سر رئیس ولایت کولاب شدن را داشت و آن هم باید توسط سنگک سفروف و گروه جنایت پیشه او جیان خان رضایف با دست خود سنگک کشته شود و زمینه برای رحمانوف آماده می گردد. سنگک از این 30 نفری که رحمانوف برایش نامهایشان را نوشته بود 28 نفرش را در یک شب بازداشت و در پدولی KGB شهر قرغان تپه می پراند. 2 نفر نجات یافته برای شکار می برایند و در دست گروه جنایت پیشه فرانت خلقی سنگک سفروف نمی افتند. خانواده این 2 نفر می گویند که برای بازجویی و پرسیدن از اینها به خانه آمده بودند، ولی این 2 نفر
برای شکار به کوه برآمده بودند و همین خیل به دست این جلادان فرانتی خلقی نمی افتند و این دو نفر تا حالا زنده اند و نامهای این دو نزد ما محفوظند. خوب دقت دهید بیننده گرامی، رحمانوف از آغاز با قتل و تهمت کردنها سر قدرت آمدن را شروع نموده است. اکنون که حالا قدرت در دستش هست، هر کار خواهد برای بقایش انجام می‌دهد. استقلال ملی و دولت صاحب اختیار تاجیکان برای ازبکستان و روسیه قابل قبول نبود و خصوص که در ترکیب این دولت نماینده از احزاب و سازمان‌های ملی و مردمی مقام پیدا کرده بود. ازبکستان و رهبریت آن بیم داشتی حضور نیروهای ملی و مردمی در حاکمیت تاجیکستان و تحرکات مشابه ازبکستان تأثیر خواهد کرد. بدین جهت جنایتکاران نظیر سنگک سفروف و افراد به اصل و نسب هویت باخته و به حیثیت نظیر امام علی رحمانوف را مقابل روشنفکران ملت و نیروهای ملی و مردمی و نهایتا خلق تاجیک مسلح کرده کشور را درگیر جنگ برادرکشی کردند. امروز اگر که رحمانوف و دار و دستش تمام مؤلفان و مدیران فرمه جواب از صبح تا شام و در تمام شبکه‌های اجتماعی داد و فریاد کشند، جیغ زنند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا پیمان ملی تاجیکستان خواجه خارجی دارد و هزارها چرندیات دیگر هم گویند، دروغ اندر دروغ است. ما اینجا پناهنده هستیم از جبر و ظلم و ستم امام علی رحمانوف و مقامات جنایت پیشه او به این کشورها پناه آورده ایم، ولی در دایره و چارچوبه قانونهای این کشورها و معیارهای بین المللی مبارزه مسالمت آمیز خود را ادامه خواهیم داد. اما هیچ گاه خواجه خارجی نداشته ایم و نخواهیم داشت. این رحمان و سنگک علیه لعنه بودند که در سال 1992 علیه نیروهای آزادیخواه و استقلال طلب، نیروهای بیدار ملت و خلق تاجیک با دستگیری خواجگان خارجی اشان چون ازبکستان و روسیه جنگ را شروع کردند. سنگک سفروی علیه لعنه یک نفر مقابل دین و آیین مردم تاجیک که شعار نست باد اسلام و نست باد دموکراسی را در بالای سر برداشته بود، نفری را که شرف و ناموس ملی اسلام و مسلمانی ندارد، از دین و مذهب بخبر و یک طاغوت و دین ستیز تمام عیار و یک هیولا را که برای جاه و منصب آماده همکاری بد و زشت بود آورد و به کرسی رئیس ولایت کولاب شنانید. شما اگر به تاریخ و حوادثی که طول این 27 سال رحمانوف بالای ملت و مردم تاجیک آورد متوجه بشوید و درستی پی میبرید و در خواهید یافت که یک غیر ملت و یک غیر دین با این ملت و با دین این مردم چگونه اعمالی جنایتکارانه انجام داده است. سنگک نفر را آورد و ماند که نه سواد و معرفت نه تجربه و ملکه کاری داشت، حداقل پرتشکالا مکتب پرتیوی نخوانده بود، یک رئیس سوخاز و آن هم پرورده در یک عائله قشاق کم بغلی، نانی سری ناخورده و دانشگاه را غایبانه و بزوری و پیربوز بله شده خوانده و با صد عذاب به اتمام رسانیده. آن زمان در کولاب دیگر منصبدارها در سطح ناحیه و ولایت هم بودند، حتی بعضی از آنها که صاحب تجربه و واقف در امور سیاسی هم بودند، نظیر عینالله نعمتوف و صدها دیگر مردان بزرگ و غیور این منطقه کولابی باستانی مخالفت میکنند و میگویند که در شرایطی که جنگ ادامه دارد رحمانوف کدام کاری از دستش بر نمی آید. حتی اینسپکتور حزبی هم نبود، اما برای سنگک و افیسران روس و ازبک محض انا همین گونه نفر کاملا به تجربه و نمیفهمیدگی و مهمتر از همه چشم گشنه نادیده در کار بود که از خطی کشیده بیرون نبراید. الکساندر موسینکو افسر بریگاد 15 قواهای مسلح سسسر سابق، پلکونی که خدمات مخصوص اداره اساسی استخبارات گروی ستاد کل وزارت مدافعه روسیه در خاطراتش از آن زمانها طور یادآوری میکند که واقعاً به گفته‌های بالای ما هیچ شک و شبهه باقی نمیماند. Именно Сангак познакомил меня с Имом Алишкой, ныне президентом республики Имом Али Рахмоном,
Тогда Рахмон был председателем колхоза. До сих пор стоит перед глазами картина Рахмон с огромным лаганом, декоративная тарелка, плов и бутылки водки представляет Сангаку по случаю назначения председателем облисполкома. Позднее, после гибели Сафарова, Эмомали из марионетки превратился в местного божка президента, который уничтожил всех, кто привел его к власти, кого-то посадил, кого-то закопали. بله، آن زمان بود که امامعلی رحمانوف با دستگیری و مدد یک جنایتکار با کرسی خونالوده جیان خان رضایف نشست و رئیس ولایت شد. این افسر روس نمیگوید که سنگک چرا محض رحمانوف را رئیس ولایت ماند، ولی آنچه را که مشاهده کرده و دیده است، رحمانوف به مثل یک افیتسنگ لگن کلان آش پلاو در دست و با شیشه عرق سنگک را پیشواز میگیرد و مثل یک عروسک مریانت که در حضور او دست بالای سینه به قلم داده است. حالا برای این سرهنگی گرهوشنیک این نقطه از حسب حال مریانت که سنگک جالب است که گذشته اش را به دست فراموشی سپاریده با مثل و باشکا پرزیدنت تبدیل شده است. واقعا در یادمان هم هست که در خوجند در 19 نوامبر وقت ازبکستان و روسیه تبدلات علیه دولت جوان تاجیکان را با دستان دپوتات های شورای عالی وقت گویا جامعه قانونی پوشانیده اند، همین عروسک خواجه های خارجی هم به حد از حسب حالش گفت که دل و جگر دپوتات ها برایش واقعا سوخت. امامعلی رحمانوف گفت در اولادم یک خودم دیپلم دارم، اولادی ما ده هیچ کس خواندگی نیست، یک دادر دارم تراکتورچی. منظورش همین نوردینی برادری بزرگش است. من یک دهقان بچم. بله. حالا این گپ ها را به خاطر امامعلیش که رسان و قندت را خور. حتما برای تحقیر پرزیدنت جناب عالی سرفرمانده کل قوا اساسگزار صلح و نمیدانم کدام زهری مار زندان میشوی. این کس امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت هم هست. وا عجبا. و اولادشان هم چه اولاده؟ از کدامش گویم؟ از رستم، از آزاده، از تخمینه و از پروینه، از دامادهای بیزنسمن و دولتداری را نمیگویی؟ جیانهای ملیسه و پروکورور، خاله و خاله بچه های مینیستر، ویتسی پریمیر، خلاص ساعتها اگر گپ زنم نمیتوانم به اتمام رسانم. اولاد است و دیگر نفری که شیر با دوغ یک جایه کرده میخورد حالا پرزیدنت یک عمره و در فکر آن که پسرش را برای این مردم پرزیدنت کند. راست گپ تا کجا این گپ ها بودند یا نبودند چیزی گفته نمیتوانم، اما میگویند که مرحوم سلطان میرزا شاه و سفر سفروف و عزت الله حیایوف و چند نفر دیگر هرچند در روح جناب عالی میگفتند ولی در غیبش با کمال پوزش بینندگان گرامی رحمانوف را ایدی گفته صدا می زدند. اما سنگک امامعلی را فقط به کرسی رئیس ولایت کولاب ننشاند، او را با مساعدت و نقشه کشیده ازبک ها و روس ها در اجلاسیه 16 شورای عالی در خوجند رئیس شورای عالی هم ماند. پیشتر که گفتم در پی یک تبدلات دولتی توسط شورای عالی او رئیس شورای عالی شد. حرفم اینجاست بیننده گرامی که سنگک رحمانوف برای برقراری حاکمیت کنستیتوسیونی به گفته خودشان رحمان نبیف و سفرعلی کنجایف برخواسته بودند، اما در خوجند کنجایف را با نقشه پیشکی برای چند روز حبس خانگی کردند تا که دعوای کرسی رئیس شورای عالی را نکند و این کرسی به امامعلی رحمانوف رسد. اما خانه نبیف رفته با او دوغ و پوپیسه زدند که ما برای تو نجنگیدیم و تو باید استعفا دهی. نبیف بیچاره هم استعفا داد. از نام او برآمده بر دروغ اعلان استعفا کردند، ولی همگی بعد 2 یا 3 ماه یا شاید 4 ماه رئیسی امامعلی برای آن که نبیف دیگر باره دعوای پرزیدنتی نکند او در منزلش کشته شد. خلاص در کرسی رئیس دولت تاجیکستان هم او با دامان خون آلود نشست. در یک بر دامانش خون جیان خان رضایف و در بر دیگری دامانش خون رحمان نبیف و اینکه بعد چند هفته دیگر خود سنگک را هم کشته شد. این حرف دیگر است و آن را به تفصیل بینندگان گرامی برایتان بیان خواهم کرد. این را باید بگویم که چقدر شعر مردانی کولاب باستانی خطلان ما را که این امامعلی استفاده بود
به قتل رسانید و حالا زندگانی این مردم چگونه است برای اکثری ما و شما بینندگان گرامی معلوم است. از آن که رحمانوف از بالای خون این نفران و خون خلق تاجیکستان گذشته صاحب منصب و وظیفه گردید و از آن که رحمانوف عروسک خواجه های خارجی است و حالا هم همین طور است، زمانی زیاد نگذشته است. در همان سال 92 هم دستور و سپارش های خواجگانش و خصوص ازبکستان را به اجرا درآورده قصد داشت که تمام مخالفین و پیروان آن را از دم تیغ بگذراند. گفت روید افغانستان را آباد کنید و با دستور اسلام کریموف از ازبکستان تانک و طیاره ها را آورد و وادی قراتگین و بدخشان را بمباران کرد. راهبران اپوزیسیون را دشمن خلق خواند، کاری را که امروز باز هم تکرار میکند. اسلام کریموف را آتای تاجیکان و این را خودش اعلان کرد و حتی از زبان مادرش میرم خاله چند بار میگوید که پدرش به اسلام کریموف مانند بوده است. بیننده گرامی، این سخنان در صفحات تاریخ این خوناشام امام علی رحمانوف محفوظ است و اینکه امام علی رحمانوف از زبان مادرش قصه میکند که گویا پدری امام علی رحمانوف و مانند اسلام کریموف باشد، این سخن است که آن را تمام مردم منطقه ما خوب آگاهند. الکساندر موسینکو، افسر گروی روسیه، در ادامه خاطراتش باز یک نقل جالب را از امام علی شکم میکند که بهتر است به زبان خود او برایتان بازگو نمایم. Много было мелких стычек, спонтанной операций, импровизации, в которой вручила спецназовская смекалка. Хорошо помню штурм Шаршара 11 ноября 1992. Звонит мне припуганный насмерть имам Али и кричит, что утром вовчики оседлали перевал. Попросил помощи, в общем мы взяли, не скажу где, 2 БТРа с танковым гранатомет, 82-й миллиметровый миномет, загрузили на свой УАЗ 30-миллиметровый автоматический гранатомет и с 2 десятками бойцов пошли штурмовать перевал. و اما تنها موسینکو نیست که تصدیق کند که امام علی رحمانوف با آنکه هنیت و پیمان ملی تاجیکستان را دست خواجه های خارجی نشان دادنی می شود، دیگرها هم آشکاران نوشتند و نوشته ایستادند که رحمانوف پرابیرکه خواجه های خارجی است که در یگان دور و زمان خیرخواهی تاجیک و مسلمانان این مردم و این مرزوبوم نیست و نخواهد بود. خبرنگار روس خلیوپین که حوادث جنگ شهروندی تاجیکستان و به خصوص نیرنگ های سیاسی رحمانوف را مورد ارزیابی قرار дада است чунин менависад. Привезенный в Душанбе, как вспоминал российский дипломат Адамшин, на узбекском танке Эмомали Рахмон вчерашний директор Лукового совхоза имени Ленина, представитель Дангаринско-Лакайской посткочевой элиты юга страны, был определен новым руководителем и собирателем таджикских земель. Почему власть не попал в руки северян – отдельный вопрос, на который мог бы ответить Ислам Каримов. Вероятно, посчитавший убедивший Борис Ельцин в большой управляемости дангаринского кадра, впоследствии серии управляемый Рахмоном, уже став Рахмонов по очереди устранить всех своих влиятельных сподвижников по гражданской войне Сангак Сафаров и лидер северян, премьер-министр Абдумалика Абдулоджонова и массу других оппонентов и потенциальных соперников. По статью Хлюпин, Центр Азия, 15 апреля 2019 год. اگر خواجه های خارجی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان تلاش کردند که ملت را سرجم کنند و آشتی دهند و در کشور صلح و صلاح برقرار شود، اما خواجه خارجی رحمانوف کار کرده بود که ملت را پراکنده و پریشان بسازد و رحمانوف با آنکه نزدیک به 30 سال می شود که در سر قدرت است و از یک ناصرم شاید به یک نیم سر تبدیل شد و از یک نوآموز تا به یک سیاستمدار تقریبا تبدیل یافت، حالا هم نفهمیده است که از اپوزیسیای در خارج بوده اپوزیسیای در داخل بوده کمتر خطر دارد.
حالا که قصد و نیت دارد به طرفهای ما بیاید درست پیشوازش میگیریم و آنچه که لایق حال اوست و آن چنانه که او را باید پیشواز بگیریم رحمانوف را در اروپا پیشواز میگیریم، به حد ضیافتش میدهیم که شیر و جرغات آمیخته دوران کودکیش هم به یادش آید. بله بیننده گرامی، این بود تحلیل امروزه ما که دقیقاً در تاریخ 2 نوامبر، همان روزی رسیدن به قدرت و همان روزی کشته شدن جیانخان رضایف و آغاز سلطنت امام علی رحمانوف شروع شده بود، خواستیم برایتان آن را تذکر نماییم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم.